گوش کن، این همون چای آبیه که الان صداشی شنیدی. اینو ما داشتیم لایروبی میکردیم، برق رفت. این پسره که کارگر مغنیه بود، مغنی تایچا بود. این پسره که کارگر مغنیه بود، بچه شوخ و بامزه‌ای. یارو بهش گفتش که تناب بنده پایین، برق رفته، من بیام بالا فعلا که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. یه تناب اونجا بود 2-3 متر، بعد یه تناب هم بود 10-11 متر. یارو اون تناب 2-3 متریه رو انداخت، در صورتی که عمق چاه حدود 7-8 متر. این هی داد می‌زد میگفتش که تناب درسته رو بنداز. کاری نداریم، داشت باش شوخی میکرد. ولی میخوام یه گوشی دستت بدم باشه، بد نیست. خیلی وقتا هستش که تو توی چاه 7-8 متری افتادی و خیلی دقیق میدونن چاه 7-8 متره، ولی تناب 3-4 متری میفرستن برات، ادای کمک کردن در میارن، اداشو در میارن. اینا خیلی به درد نخورن. به نظر من اگه میبینن تو چاه افتادی ردشن و برن، خیلی بهتر اینه که الکی اینو دیگه داداش چی شده، چی کار میتونم واسط بکنم، آبجی چی شده، چی کار میتونم واسط بکنم. خیلی گوش کن،